وقد کتب مقعده من الجنة و مقعده من النار. هر کدام شما گو جایگاه تو آماده ای. جنتی ها در جنت، دوزخی ها در دوزخ، نامو ثبت شدگی جاها معلوم ای. خدای تعالی انسان اختیار دادگی ای. اختیاری کردن یا نکردن کارا. دلیلش چی است؟ دلیلش میگه که بعضی از برادران رو دعوت میکنیم نمازشون رو بخونن خدای حرام باز کنن. میگه تقدیر ما در همین بین‌المللی گروهی باشه چی ما رو مجبور میکنه؟ همین میشه که در مثلا گروه خجالت در تقدیر موجود. همین جوهیل ابله کسی را میگن که خودش عمل میکنه و با خدا نسبتش میده. اینو پیرو شیطان همی تویفه. فقط شیطان همی کار کرده است. پدر ما آدم علیه السلام وقتی که از جنت رانده شد در روی زمین 1000 سال تضرع کرده است، گریه و لابه کرده. ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. دعاش همی بود حضرت پروردگار رو در جان خود ما ظلم کردیم. همین ظلمی که به سر اومد و به دست خود کردیم. اگر خدای رحمت مغفرت نکنی، اگر ما را نبخشی، وای به حال ما که ما ای جمله زیانکارا و دوزخیا میشیم. خدای تعالی توبهش قبول کرد. اما شیطان هم راندن گفت. شیطان توبه نکرد. گفت ربی بما اغویتنی. خدایا به سبب آن که تو مرا در اغوا انداختی و تو نوشتگی همراه تو نوشتی که شیطان گمراه میشود. یکی کسی که همین پیروی شیطان میکنه او شاگرد شیطان و مرید شیطانه. فردا روز قیامت همدیشه هم شیطان میخیزد. دیگه ببین باز آن ابلیس مکر آغاز کرد که بده من سرخرو کردیم زرد. رنگی تو سباغم تویی، اصلی درد و آفت داغم تویی. تو شیطانی میگه رنگ شیطان حیله میکنی. اما ابلیس گفت که کاری تای پروردگارا تو مرا در اغوا انداختی. دیگه ببین از پدر آموز ای روشن جبین. ربنا گفت و ظلمنا بعد از این. او تو فرزند آدم علیه السلامی. پدری تو نگفت که خدایا تو در تقدیر من نوشته بودی که من از جنت رانده میشم. گفت خدایا من در جان خودم ظلم کردم. بر درخت جهل تا کی برجهی، اختیار خیش را یکسانهی. این حیله نیست. بگو که همین سبب نجات میشوه رود سیاه. هیچ وقت این سبب نجاتی تو نمیشوه. بار حضرت صلی الله علیه و سلم حدیث امام بخاری است. از حضرت علی کرم الله وجهه روایت است. میگه حضرت همراه صحابه نشسته بود. گفت ما منکم من احد الا وقد کتب مقعده من الجنة و مقعده من النار. هر کدام شما گو جایگاه تو آماده ای. جنتی ها در جنت، دوزخی ها در دوزخ، نامو ثبت شدگی جاها معلوم ای. میگه صحابه گفتن که یا رسول الله افلا نتکل علی کتابنا و ندع العمل. ای حبیبی خدا گفتن مادام که همین خیل باشه ما هم توکل به همون کتاب میکنیم. عمل چی در کارای چه جمعون رقم بتیم ساعت 3 شب بخیزیم. در این گرمای تابستان چه ظلم اومده است اگر روزه میگیریم. خیر اگر جنتی باشیم جنت میریم، دوزخی باشیم دوزخ میریم. عمل چی لازمه؟ حضرت گفت اعملوا فکل میسر لما خلق له. عمل کنید. امر کرد اعملوا. به هر کس همون عملی میسر میشه که خدا براش خلق کرده است. کسی اهل سعادت است برای او عملی اهل سعادت میسر میشه. و این حدیث قسمت دیگه میشه من گفتم. کسی از اهل شقا و بدبختی است با او عمل یعنی بدبختی لازم میشه. ما بهانه کرده نمیتونیم که خیلی در تقدیرم نوشتگی دست ای دستی من چیکار میآید. اما ای عمر خیام یک روایی را قصه میکنن. میگن گفته باشه که یا رب تو گیلم سی رشته ای من چی کنم، پشم قصبم تو رشته ای من چی کنم، هر نیک بده که آید از من به وجود تو بر سری من نوشته ای من چی کنم. اگر به شرطی که واقعا همین روایی از عمر خیام باشه. عمر خیام خیلی یک فیلسوف و یک منجم بود. مثال اگه عالم دینی نیست که پس معلوم میشه که عمر خیام در عقیدش عقیده جبری ها بود است. این عقیده جبری ها میگن. اما مقصد که غلط میکنه در فکرش غلط داره که تو مرا کرده ای دستی من چیکار میاد.
خدای تعالی انسان اختیار دادگی است. اختیاری کردن یا نکردن کار. دلیلش چی است؟ دلیلش آیه قرآن. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. خدای بزرگ میگه بیشک ما انسان خلق کردیم از یک نطفه آبی منی چکنده. نبتلیه امتحانش میکنیم. این انسان برای امتحان خلق کردگیم. ایامی خاطر این انسان ما سمیع بصیر خلق کردگیم. میبینه، میشنوه، عقل داره. اوخی انسان ای حیوان فرق میکنه. سفید ای سیاه فرق میکنه. انسان خدای تعالی یک امانت بزرگ داده است، عقلش داده است. با برزم ای ببینه پیغمبرا را فرستاده استش، راه نشانش داده است. با نگه که یکی پیغمبر را با چشمم ندیدم یا که پیشتر ای من گذشت، پیغمبرا کتاب آوردن. نبی ها تا زمان حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم پیوسته آمدن شریعت هم پیغمبرا را در بین مردم ابلاغ کردن که فراموش نکنند. غرض از فرستاده شدن پیغمبرا همین است که فردا روز قیامت ما بهانه نکنیم که ما نمیدونستیم. رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون علی الناس حجة بعد الرسول. این پیغمبرای بیم دهنده و بشارت دهنده را الله میگه به او خاطر فرستادیم که بنده ها با بهانه نکنن که ما نمیدونستیم، ما نفهمیدیم. میرا ببینید بعد وفات حضرت صلی الله علیه و سلم پیامبری قطع شد، اما همون فونکسیای نبی های بنی اسرائیل در عالمای امت محمد صلی الله علیه و سلم وصل شده است. عالمی که مردم از حلال حرام آگاه نمیکنه، روش درگور فقط در پیش خدا جواب میده. وظیفه شای ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. حتما الله میگه باید در بین مردم شخصایی باشند که دعوت به سوی خیر کنند، امری به معروف و نهی از منکر کنند. همین طایفه انمی علما هست. عالم جواب میده در پیش پروردگار اگر بشر بگی انا وظیفه خیچه اجرا نکنه. اینا ببینه دیگه چی بهونه میکنی؟ گفتم خود تقدیر رو نوشته همین گپ شد. سبحان الله. از دکان اگر کسی تر ببرد کیم به حکم ایزی دسته باخیرت بر سرش کوبی دسته مشتی کره، حکم حقین از که اینجا باز ده. یا آدم بیا ای دکان یا تر بگیره با قبیش با میگه که خیلی در تقدیر همین نوشتگی به دست برادر روزی میشه. دو سه مشتش میزنه که رو درگور. خدای تعالی گفته است که مالکیت شخصی تجاوز ناپذیر است. اینا باید دست نرسونی. تو به اجازت گرفتی، به سون گرفتی. در یک تربه چه این عذر فضول می نیاید پیش بقال قبول. چون بر این عذر اعتماد میکنی؟ او وقت عذری تو در یک ترب در دنیا نمیگذره، تو چه خیلی امید میکنی که فقط پیش پروردگار را میگم که او خود در تقدیرم نوشته اجازه من چیکار میکنم؟ چون بر این عذر اعتماد میکنی؟ بر حوالی اژدهای میتنی. گفت دزد شهنه را که پادشاه، آنچه کردم بود آن حکم اله. میرشب یا دزد میقپم با او گریه را میبرداره. ای حضرت اوخی من همی کار پیش خودم نکردم کو. یک برگ ای درخت به مشیت الله نمیغلطه. اوخی همی که در تقدیرم نوشتگی نمیشید من همی کار نمیکردم، این حکم الله های. گفت شهنه آنچه من هم میکنم حکم حق است. ایده چشمی روشن. بسیار خوب. انا که منم هم حکم پروردگار را جوری میکنم، دستک همه برام میبرم و برای خدای تعالی گفته است و سارق و سارقت فقطعوا ایدیهما. انا همین مقصد این بهونه شیده نمیتونه. این روسیاهی بیش نیست. خداوند هدایت میکنه. بعد این قدر تبلیغ، این قدر ابلاغ، دیگه حیله و نیرنگ نکنیم، حقیقت درک کنیم که اوخی انسان مخیره، انسان اختیار داره. آدمی کورا یک کس میگه که تو برش کار کن، میگن که رشته رای پلش که سوزن بگذارو، نمیگن. مادام که ما را میگن که نماز بخون، ما امکانی نمازخوانی داریم. روزه بگی امکانی روزگیری داریم. کسی امکانی روزگیری نداره، شریعت تکلیفی مولای اتاق در بالاش نمیگذاره کو. میگن که خیر روزه گرفتن نمیتونه، شیخ عاجزی، کسلی مثلا قند داره، قندش دویم بلنده، بگذارم کفارت شب